سلام برادرای غریب ما، مخلصای شیر محمد و زاخه جان. خیلی برادرها با مرور زمان وقت ساعتی بود که زاخه کنار ما دور بود. این همه در باغ پرای مهر و محبت ای خداوند طلب کردیم که زاخه را به ما برگردان. یا طبیب بده که 3 بار تی درختی بلندترین مسکوه نام زاخه را بگی پیدا میشه. خیلی که آمدیم تی درخت بیای جایی یک چغیر کنیم که زاخه 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 لبای برتا واه برتی نر نگاه کن. من برادرای نه شاگردی محمد انشاءالله رحمان به شاگردی عزیز مهربان با ما روزای نزدیک خاطر شما را جمع و خرسندی شما را بهتر میگردونیم. توقعتون بالا میکنه. تکشتا آوی دیدی ایجی نیمیه همه درود کسا کنین. سلامت باشه زاخه. سلام علیکم. صبح بخیر برادرای عزیز. در صبح دم اینام بنده شیر محمد تمام خوشی‌های زندگی برای شما ما جانب من این لیست میریم. اگر نصیب و روزیتان یگان انکدوت آورده باشن خیلی ما میگیریم قصه میکنیم برای شما. من از صبح دم شیر محمد همینجا سر میشه برادرای عزیز. من همین چمدان سرناکی شیر محمد یوانی قصه ها را همینجا بحر شما می نماید. خواهد میبینیم که این روز ماماها برای شما چه قصه آورده باشن. آها میبینیم قصه ها رو ماماها برای شما خیلی خرش ها حاضر ما سر میکنیم. قصه درباره آدمای زندانی یک جوره یکان کسا میکشه پیش یک جوری به عقلش ویم حیاتش زندان دیدگی نیست. سویت پرسی گفته مرا بیگه سر اونا میقپن ما بدرام همین ترمکه میرده ما چکو کنم. گفتن آخه بدرا کارچه را بگی ایالا و بزن فهمیدی؟ آخه ایالا و بزن فهمیدی مرها نترس انا اونجا به افتریتیت میشی. بیچاره رو میگیرن سود پود میشه میدرونن شب کامera میدرونن خز میکنه ای بالا استا کارچه رو میگیره اما ایالا و زده کشته فریدی رفتن میگیره تی کویکه رو نگاه میکنه یا تو خواه و یا که لرزده سای تی کی میگه میگه ما عبیشینیم ما پیتوخم ما از اونم یک تا درشگی میبزنم میگه دیگه ایجا ما پیتوخ میشم. این برادر هر روز ویدیوهای نو ایجانی بی ما نسبت شما روان کرده میشه. در همه حالت میبینین که همون کانال ما دا پادپیسات داشته باشین. کانال ما به نام یوانی تیوبه همونجا میبرویا پادپیسات کنید بالا ده یا زنگولوچه انمو زنگولوچه رو جوکن لبای وریم شیر محمد یوانی در افیر با شماست. سربلند